میدونید که بدن انسان در هر ثانیه حدود 25 میلیون سلول جدید تولید میکنه؟ یا اینکه قلب شما قادره در طول عمرتون بیشتر از 2.5 میلیارد بار ضربان داشته باشه؟ بدن انسان دنیای بیکرانی از شگفتی هاست که هر چی هم در مورد اون بدونیم کافی نیست و همیشه چیزی برای غافلگیر کردن ما خواهد داشت. تصور کنید بدن شما یه شگفتی علمی بی پایانه. توی این ویدیو به کشف 24 واقعیت حیرت انگیز درباره بدن انسان میپردازیم که ذهن شما رو به چالش میکشه. از توانایی‌های بی‌نظیر مغز تا قدرت بی‌سابقه قلب. آماده باشید تا با حقایق شگفت انگیزی آشنا بشین که شاید هیچ وقت تصورش هم نمی‌کردید. بیشتر مردم فکر میکنن ما انسان‌ها 5 حس بیشتر نداریم. اما این مسئله کاملا درست نیست. چشایی، بویایی، شنوایی، بینایی و لامسه تنها حس‌هایی نیستن که ما از اونها برخورداریم. به ادعای دانشمندان انسان‌ها در مجموع بین 9 تا 20 تا حس دارن که حس گرما و حس تعادل جزو اونهاست. حس دیگه‌ای به نام حس زمان هم وجود داره که از قرار معلوم همه از اون برخوردار نیستن. برخلاف تصور رایج تنها 8 نوع گروه خونی وجود داره، بلکه در واقع تا الان بیش از 30 گروه خونی شناخته شده. برای هر نیم کیلوگرم وزنی که اضافه می‌کنید 1.5 کیلومتر عروق خونی جدید در بدنتون برای تامین اکسیژن و مواد مغذی ایجاد میشه. معده ما هر روز یک بار جداره تازه‌ای میسازه تا جلوی هضم شدن خودشو بگیره. DNA ما حاوی 100,000 ویروسه. دانشمندان در اون ویروسی کشف کردن که قدمت اون به 100 میلیون سال برمیگرده. به نظرتون شگفت انگیز نیست؟ شما چه چیزهایی در مورد بدن خودتون میدونید؟ این زیر برامون کامنت کنید که خوندن دانستنی شما در مورد بدن انسان برامون خیلی جذابه. سلول‌های عصبی در هر ثانیه 1000 تکانه عصبی رو انتقال میدن. این تکانه ها با سرعت 1/6 تا 431/6 جابجا میشن. بدن ما از خود نور مرئی ساطع میکنه. ما بیشترین درخشندگی رو در ساعت 4 بعد ظهر و کمترین درخشندگی رو در ساعت 10 شب داریم. متاسفانه شدت این درخشندگی 1/1000 چیزی هست که چشمان ما قادر به دیدن اونه. بیشترین عرق بدن از آب تشکیل شده که با پروتئین، قند، آمونیاک و بسیاری مواد دیگه ترکیب شده. عرق حتی حاوی مقادیر بسیار کمی فلزات زیرمغذیه مثل مس، زینک و غیره. چیزی که طعم شوری به عرق میده سدیمه. به علاوه هرچی نمک بیشتری مصرف کنید عرقتون شورتر میشه. بدن سعی میکنه از این نمک اضافه خلاص بشه که سریعترین راه دفع اون عرقه. اگه با سرعت 3 کیلومتر در ساعت حرکت کنید برای کم کردن نیم کیلوگرم از وزن خودتون باید 20 ساعت متوالی راه برین. جرم گوشت از چربی، سلولهای پوستی، عرق و گرد و غبار تشکیل شده. مغز ما طی اولین سال زندگیمون 3 برابر بزرگتر میشه نسبت به اندازه مغز در زمانی که متولد شدیم و در 25 سالگی به رشد کامل میرسه. 60% از مغز رو چربی تشکیل داده. مغز ما حدود 23 وات نیروی الکتریکی تولید میکنه که این میزان برای روشن کردن یک چراغ کوچیک کافیه. انسان‌ها توانایی انجام همزمان چند تا کار رو ندارن. مغز ما نمیتونه همزمان بیشتر از یک کار رو انجام بده، بلکه از یک کار به سراغ کار دیگه میره. امری که باعث صرفه‌جویی در وقت نمیشه، اما احتمال اشتباهو بالا میبره و باعث طولانی تر شدن فرآیند کاری میشه. البته این موضوع در مورد خانوم‌ها خیلی صدق نمیکنه. لطفاً برای حمایت از ما لایک کنید و تا آخر ویدیو همراهمون باشین. وقتهایی که امتحان دارین یا سر کار هستین و میخواین روی کار مهمی متمرکز بشین، آدامس بجوین. تحقیقات نشون داده این کار کمک میکنه مدت طولانی تری روی کارهایی که به توجه کامل نیاز دارن متمرکز بمونید.
تحقیقات حتی نشان داده جویدن آدامس هنگام امتحان بیشتر از کافئین میتونه کمک کننده باشه. چیز به خصوصی در مورد آدامس وجود نداره. نکته در عمل جویدن هست که مغز رو بیدار میکنه. اثر اون البته خیلی طولانی نیست و تنها 20 دقیقه کافیه. 3 ماه طول میکشه تا جنین در شکم مادر صاحب اثر انگشت بشه. استخوان‌های ما 4 برابر محکمتر از سیمانن. محکمترین استخوان بدن استخوان رانه که میتونه تا 30 برابر وزن یه فرد بزرگسال تحمل کنه. جالب اینجاست که استخوان‌های ما از مواد ترکیبی تشکیل شدن، یعنی همزمان محکم و انعطاف پذیرن. آفتاب سوختگی بر اثر قرار گرفتن در معرض پرتوهای خورشید اتفاق میفته. وقتی مکانیزم دفاعی بدن از مبارزه با پرتوهای فرابنفش خسته میشه، یه واکنش سمی رخ میده که منجر به آفتاب سوختگی میشه. حالا با این شرایط حاضرین بازم زیر آفتاب بخوابیم برای تغییر رنگ پوستتون و برنزه شدن؟ مورمور شدن یه واکنش غیر ارادی و تکاملیه که از اجدادمون به ما به ارث رسیده. با آزاد شدن آدرنالین موهای بدن اونا سیخ می شده و اینجوری برای حیوانات شکارچی که به اونا نزدیک می شدن ترسناکتر به نظر می رسیدن. بدن ما هر روز 0.5 تا 1.5 لیتر بزاق دهان تولید می کنه. بزاق به هضم غذا کمک میکنه و جلوی عفونت‌ها رو میگیره. به علاوه ما در دهان خودمون باکتری‌های زیادی هم داریم. متوسط تعداد باکتری‌های درون دهان یک فرد تقریباً به همون اندازه جمعیت افراد روی کره زمینه. هر انسان نزدیک به 150,000 تار مو روی سر خودش داره. هر تار مو هر ماه حدود 1 سانتیمتر رشد میکنه. اگر مقدار رشد همه تارهای موی سر رو با هم جمع بزنیم، مجموع اون در عرض 1 سال به 16 کیلومتر میرسه. علاوه بر این موهای ما از چیزی که تصور میکنید محکمترن. هر تار مو میتونه 85 گرم وزن تحمل کنه که این میزان معادل وزن یه عدد سیبه. اگر قدرت همه تارهای موی سر خودتون رو جمع بزنید، به اندازه وزن 2 تا فیل میشه. مردم بیش از 4 سال از زندگی خودشون رو صرف غذا خوردن میکنن. یه فرد بالغ از حدود 200 ماهیچه استفاده میکنه تا فقط یه قدم راه بره. اسکلت شما ظرف 10 سال کاملا از نو بازسازی میشه. شما روزانه 20,000 بار نفس میکشی. ناخن‌های دست قالب شما سریعتر از ناخن‌های دست دیگه‌تون رشد میکنه. به عبارت دیگه، اگر مثلا راست دست باشین، مجبور میشین بیشتر ناخن‌های دست راستتون رو کوتاه کنین. همچنین ناخن‌های شما در تابستان و در طول روز بیشتر و سریعتر رشد میکنن. این بود 24 تا از شگفتی‌های شگرف از بدن انسان که ممکنه هرگز به اونا فکر نکرده باشیم. امیدوارم براتون جذاب و آموزنده بوده باشه. اگر به نظرتون این ویدیو مفید و آموزنده بوده، کانال ما رو سابسکرایب کنید تا از ویدیوهای جدید و هیجان انگیز ما باخبر شید و همچنین نظرات و تجربیات خودتون رو توی بخش کامنت با ما به اشتراک بذارید. تا ویدیو بعدی مراقب خودتون باشین و قدر شگفتی‌های بدنتون رو بدونید.